میدونستین همونطور که فرشته ها موقع مرگ انسان ها وظایفی به عهده دارن، شیطان هم وظایف خاص خودش رو داره؟ مثلا شیطان از مرگ کسی نیست که خبر نداشته باشه. مرگ بدترین نوع تشنگی مادی و معنوی هستش. جالبه که بدونید انسان ها قبل از مرگ به حدی تشنشون میشه که از حرارت و داغی بیابی انگار بدنشون داره توی آتیش میسوزه. ولی خب شخصی که رو به مرگ هست توی این شرایط نمیتونه تقاضای آب کنه. شیطان با خودش میگه الان بهترین فرصته و سعی میکنه مدام تغییر شکل بده و ایمان اون شخص در حال مرگ و تشنه رو با حیله‌های مختلف ازش بگیره. قبل از تماشای این ویدیو کانال رو ساب بکنید و برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال دانستنی‌های جذاب همراه باشید. شیطان حیله‌گر یک لیوان آب خنک توی دستش میگیره و تکونش میده و شخص در حال مرگ هم که شیطان رو نمیشناسه بهش میگه میشه اون آب خنک رو بهم بدی و من رو از تشنگی نجات بدی؟ شیطان هم از این فرصت استفاده میکنه و میگه به شرط این آب رو بهت میدم که اعتراف کنی این دنیا خالقی نداره و خود به خود به وجود اومده. اگه اون شخص در حال مرگ ایمان محکمی داشته باشه، به شیطان میگه خداوند تنها خالق این عالم هستش. شیطان میبینه از این طرف نشد. این دفعه به اون طرف شخص در حال مرگ میره و لیوان آب خنک رو توی دستش تکون میده. جالبه که بدونید این دفعه هم با شکل دیگری ظاهر میشه و شخص مؤمن در حال مرگ باز هم شیطان رو نمیشناسه و بهش میگه میتونی از اون آب بهم بدی و من رو از این تشنگی نجات بدی؟ شیطان هم میگه به یه شرط، از این آب خنک بهت میدم که بگی کتاب قرآن و پیامبر کاملا ساختگی و دروغه و هیچ کدوم از اینها وجود ندارن. اگه شخص در حال مرگ گول شیطان رو بخوره، دقیقاً گفته های شیطان رو تکرار بکنه، یعنی قبول کنه که از دین خارج بشه، خودش رو دچار بدبختی و فلاکت ابدی کرده. ولی لازم به ذکره که بگم اون شخص در زمان حیاتش کاملا از دستورات دین اسلام اطاعت کرده باشه، به اذن خداوند گول شیطان رو نمیخوره و گفته های شیطان رو تکرار نمیکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن برای نزدیکان رو به مرگ خود کلمه لا اله الا الله رو بخونید. امام غزالی هم میفرماید آیا شیطان دزد هست که بخواد ایمان هر کسی رو بدزده؟ اگه شیطان بخواد ایمان بنده‌ای رو توی آخرین نفس‌هاش بدزده، این نتیجه اعمال بد اون توی زندگی دنیوی هستش و اینم بدونید توی عدالت خداوند شک و شبهه‌ای وجود نداره و اون بنده هم حتما توی دنیا زندگی داشته که باعث شده در برابر شیطان تسلیم بشه و خداوند هم دم مرگ رحمتش رو از اون بنده دریغ بکنه و ایمانش رو ازش پس بگیره. پیامبر اسلام به ما نشون میده که حتی توی این شرایط هم فقط باید به خدا پناه برد. ایشان فرمودند پروردگارا به تو پناه میبرم از اینکه شیطان هنگام مرگ پشت مرا به خاک آورد. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. این ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید.